عقیده حق و باطل از چی معلوم میشه؟ بفهمین. عالمی که در مسائل اعتقادی گپ میزد از آیات قرآن استدلال کرد و انسان قلبش به الله وصل کرد، این عالم موحد است. عالمی که قصه ها را شروع کرد که ولا فلانی شاعر تو میگه و فلانی یک ولی بود و فلانی تو میگه ولا فلانی صاحب تو میگه و از قصه ها میخواد که قلب مردم به غیر الله ربط بدن، این انسان ها نمیتونن که نه خدا نجات داده میتونن و نه. چرا؟ آیت قرآن چی میگه؟ والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم. هر کسی را که بغیر از الله تو بخوایی و از او بترسی و از او کمک بخوایی، او چی است؟ لا یستطیعون نصرکم. آیت قرآن است، میگه نمیتونن کمک شما را ولا انفسهم و نه هم به نفسای خود ینصرون کمک کرده میتونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس قبلی ما و شما در هفته گذشته اقسام توحید عبادت گفتیم که یکی توحید الوهیت است. توحید الوهیت تقسیم میشد به دو بخش که یکی توحید عبادت بود و دومش توحید اطاعت از قانون. در توحید عبادت عبادت ها را علما به سه بخش تقسیم میکنند که گفتیم که یکی عبادت های فکری هست که به فکر و اندیشه انسان تعلق میگیره و گفتیم که آیت شریف است که مسلمان ها را معرفی میکنند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که مسلمان ها همیشه عبادت میکنن خالق خدا استاده یا مثلا نشسته یا به پهلو خفته و یتفکرون فی خلق السماوات والارض و اینا فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. باز اینمی تفکر در خلقت آسمان و زمین و تفکر درباره وجود خود این توضیح شد در هفته گذشته که این کلش مربوط میشه به عبادت های فکری. و قسم دومش عبادت های قلبی هست. این عبادت های قلبی که است امروز سر زمین عبادت های قلبی فکر میکنیم و بحث ما سر زمین عبادت های قلبی هست. عبادت های قلبی کدام عبادت هاست؟ عبادت های قلبی عبادت هایی است که تعلق میگیره به قلب انسان. مثلا یک مسلمان در قلب خود چه قسم باید با خالق خود ارتباط داشته باشه، این را عبادت های قلبی میگن. و این عبادت های قلبی را زیاد از خود سه بخشش اساسی هست که یکی محبت است، یکیش خوف است و دیگهش توکل است. محبت چه قسم؟ محبت چی را میگن و این محبت چند قسم است؟ محبت خونه ما و شما میفهمیم که یک نفر یک کس را دوست می داشته باشه و این دوستی و محبتش تعلق میگیره به قلب انسان که یک کس را قلبا دوست می داشته باشه. و این محبت که در قلب انسان می باشه این را علما به دو بخش تقسیم کرده که یکی محبت خاص است و یکی هم محبت عام. محبت خاص کدام یکی از محبت است که او بر انسان خشوع پیدا میکنه، اطاعت پیدا میکنه. این محبت خاص فقط به الله متعال می باشه. یعنی محبت خاصی که او انسان مثلا در قلب انسان وقتی که یک انسان واقعا محبت داشته باشه با خالق خود، او رابطهش مستحکم میسازه با خالق. و هر کسی که ضد مثلا خالق است یا مخالف قانونش است یا مخالف طاعتش است یا مخالف عبادتش است، همراه از اون محبت و دوستی نمی داشته باشه. پس محبت خاص محبت است که مخصوص الله است و این محبت شامل خشوع میشه که انسان بسیار عبادت خود برای خالق خود با بسیار خشوع میکنه، با بسیار تواضع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینمی خشوع از کجا پیدا میشه که یک نفر عبادت میکنه واقعا به خالق خود خشوع میداشته باشه؟ این از اینمی محبت پیدا میشه که با خالق خود محبت میداشته باشه. و همچنان محبت خاص که است بر انسان کمال اطاعت ایجاد میکنه. وقتی که انسان واقعا که خالق خود محبت داشته باشه بازی اطاعت کامل میکنه. تو نیست که مثلا در یک بخش زندگی حکم الله را تطبیق بکنه و در بخش دیگه زندگی باز او را فراموش بکنه، بلکه
انسانی که واقعا قلباً با خالق خود محبت داشته باشه، باز اینمی محبت قلبی واقعی برای انسان چی ایجاد میکنه که اطاعت خالق به شکل کامل میکنه در زندگی روزانه خود، در زندگی فامیلی خود، در زندگی دفتری خود، در زندگی سیاسی، در زندگی اجتماعی، در زندگی اقتصادی، در تمام بخش ها ای باز اطاعت از خالق میکنه. اما کسی که محبت واقعی با خالق نداشت، ای به اندازه ضعف محبتش باز در بسیاری احکام، در بعض احکام اطاعت از خالق میکنه و در بعض احکام دیگه اطاعت نمیکنه. پس این حال همین درجه محبت انسان از همین معلوم میشه که من در مقابل خالق خود چقدر خشوع دارم. اگر واقعا ام خشوع و بردباری و تواضع ما به خالقم واقعا به اندازه بود که مرا به اطاعت خالق و به خشوع و تسلیمی به احکام خالق وادار ساخت، بس این محبت واقعی است که انسان پیدا میکنه. و این محبت خاص سبب از این میشه که انسان خالق خود برتر از دیگران فکر میکنه. مثلا احکام از احکام دیگران و قانون از قانون دیگران برتر فکر میکنه. این آثار اونمون محبت واقعی است که انسان با خالق خود می داشته باشه. از این خاطر در آیت شریف وقتی که الله سبحانه و تعالی در محبت خاص بحث میکنه و مثلا بر ما میگه که بعضی از کسایی هستن که یا محبتشان غلط است یا دروغین است، میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. میگه بعضی از مردم کسایی هستن که با امرای خالق شریک گرفتن، یحبونه با امرای اینمی شریکایی که برای خالق گرفتن یا رهت محبت امرایشان میکنن، مثل که یک کسی، یک مسلمان واقعی که الله محبت داره، اونا که غیر الله همین قسم محبت می داشته باشن. این وصف کسایی است که الله در قرآن میگه که اینا با خداوند شریک گرفتن و وقتی که شریک گرفتن به همراه از اونا محبت میکنن، مثل که یک نفر محبت با خالق میکنن. باز صفت مؤمنان رو چی میگه؟ والذین آمنو اشد حبا لله. و کسایی که مؤمن هستن بازیا محبت بسیار قوی با الله می داشته باشن. اینی محبت حقیقی که با خالق است و محبت خاص است. اگر در این محبت کسی یک مخلوق شریک میکنه، اینجا انسان مبتلا به شرک میشه، تواضع به غیر الله میکنه، سجده میکنه به غیر الله، پایای غیر الله را ماچ میکنه، میره پای مخلوق بوسه میکنه. این چی کرد؟ این به اساس محبتی که در قلب ازی بر از این مخلوق است، این وادار میسازه که بره رکوع و سجده به یک مخلوق بکنه، اینال خشوع بر مخلوق بکنه، اطاعت از قانون مخلوق بکنه، برتری بده قانون مخلوق نسبت به قانون خالق. از این خاطر میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. یا بر از اون محبت میتن مثل که محبت با الله بتن. والذین آمنو، اما کسایی که ایمان داره، اشد حب لله، محبت بسیار با قوی داره که هیچ وقت این محبت قلبی ازی با خالقش این اجازه نمیده که به غیر الله رکوع بکنه، به غیر الله سجده بکنه، اطاعت از قانون غیر الله بکنه، قانون دیگران، قانون غیر الله را برتری بده به قانون الله. اینی هست محبت واقعا محبت است که مخصوص خالق است که ایره انسان مؤمن نمیتونه به غیر الله بده. و دوم قسم محبت مشترک است. این محبت مشترک چه قسم است؟ محبت است که ای باز تعلق به عقیده نمیگیره. محبت مشترک که ای باز تعلق به عقیده نمیگیره. ای باز مثلا چند قسم است. یکی محبت طبیعی هست. این هم محبت، یعنی انسان محبت طبیعی چی است؟ طبیعتا یک انسانی که گرسنه هست محبت داره با غذا. میگه پرسانش میکنیم میگه که اگر عمل دستی خوب گشنه هست نه، برش میگه عمل چی میخوای؟ میگه والا عمل اگه یک خوراک خوب غذای لوکس باشه. پس این قلبا محبت داره انسان گرسنه با غذا. این پروا نمیکنه. این محبت این مربوط به توحید نمیشه. این محبت مشترک است. این انسان میتونه این محبت داشته باشه. درست است نه؟ اینال یک کسی یک خوراک خوش داره، یک کسی پرسان کنین تو رو چی خوشت میاد؟ میگه مرا اینی غذا بسیار خوشم میاد، دیگه میگه مرا اینی غذا خوشم میاد. این پروا نمیکنه. این محبت طبیعی میگن. یا محبت شفقت و مهربانی هست. محبت شفقت و مهربانی هم محبت مشترک است، مربوط به توحید نمیشه. یک نفر مثلا با اولاد خود محبت داره،
فرزندای خدا خوش داره. آیا این مانع ازی است؟ میگن این محبت مشترک است و این محبت است که هر انسان می داشته باشه و این پروا نمیکنه و به توحید کدام تاثیر نداره. این محبت طبیعی چی میگن؟ محبت شفقت و مهربانی می داشته باشه که پدر محبت داره با فرزند خود، انسان محبت داره با برادر خود، فرزند محبت داره با والدین خود. این محبت چی میگن؟ شفقت و محبت مهربانی هست. دیگه قسم دیگه که در محبت مشترک است محبت انس و الفت است. مثلا وقتی که شما که یک کسی نشست و برخاست میکنین که دوستایتان، رفیقایتان، هم صنفیایتان، همکارایتان، بسیاری وقتا انسان یک محبت خاصی به همراه یک دوست خود می داشته باشه، با همسایه خود می داشته باشه، با یک رفیق خاص می داشته باشه و زیاد دوست می داشته باشه. میگه والا فلانی دوست مسئول، من بسیار دوست دارم، قلبا او را دوست دارم. پس اینی محبت ها تعلق به توحید نمیگیرن. لکن محبتی که تعلق به توحید میگیره او محبت خاصی هست که او محبت اطاعت است، محبت خشوع است و محبت برتریت دادن است. اونو محبت به خالق تعلق میگیرن. از این خاطر وقتی که باز مقایسه میشه بین این دو محبت، وقتی که بین محبت خالق و بین محبت مخلوق مقایسه میکنیم، محبت خالق برتریت داره، انسان خشوع میده و انسان به اطاعت قانون از او میکشانند. از این خاطر اگر کدام وقت تکر می بین از دو محبت، باز انسان با وجود ازی که این محبت های دیگه داره، محبت شفقت داره به اولاد خود یا مثلا خوش داره مثلا دیگه دوستای خود، باز اگر بین اینمی کسی که مخلوقات از بین محبت ازی و بین محبت خالق تکر پیدا میشه، باز انسان موحد یکتا پرست محبت کی رو برتریت میده؟ محبت خالقه. مثلا در مثال ما شما ببینیم که ابراهیم علیه السلام امتحان میشه، از نگاه محبتش امتحان میشه. ما و شما هم در امتحان قرار داریم. ابراهیم علیه السلام در محبتش چه قسم امتحان میشه که برش امر میشه که اینمی فرزندت که تو بسیار قلبا دوست داری و اولادت است، اینه به خاطر محبت الله اینه قربانی کن. این چه برای انسانی که محبتش با مخلوقات برتریت داره، برش بسیار مشکل پیدا میشه و سخت پیدا میشه. والا من چطور به خاطر اولاد خدا و بگیرم ببرم و با کارت و ایره در مقابل کل گیره مثلا ما بکشم. و اسماعیل علیه السلام آماده میشه که اونم کارت در گلونش گذاشته شد. اسماعیل علیه السلام وقتی که ابراهیم علیه السلام برش میگه و میگه خلاص وقتی که امر الله هست من تسلیم الله هستم، از جان خودم کردم. حالا یک نفر خدا بسیار دوست داره، هر کس خودش خدا بسیار زیاد دوست داره، لکن وقتی که باز محبت خالق باز میگن از محبت جان ما کرده، محبت خالق برتریت داره. از این خاطر بر خالق اگر آماده قربانی شوه، بر خالق خود قربانی میده. مثل که اسماعیل علیه السلام خود دوست داشت، لکن وقتی که محبت خالق باز از خود تیر میشه، برتری میده محبت خالق و آماده میشه. پدر خود میگه که بیار کارد در گلوی مبان و خواب میشه و اونمون لحظه، ولی که الله باز او را مثلا به عوضش گوسفندی را میفرسته و ذبح نمیشه، این خب باز رحمت الله هست. لکن در اصل ابراهیم علیه السلام هم آماده میشه و اسماعیل علیه السلام هم آماده میشه. در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه انا انس ابن مالک عن النبی صلی الله علیه و سلم ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. میگه سه چیز است که اگر کسی این سه چیز داشته باشه، این امو لذت ایمان پیدا میکنه. کی پیدا میکنه؟ میگه ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. میگه وقتی که الله و رسولش محبوب تر باشه برش نسبت به دیگران. حالا مثلا یک تعداد مردم هستن که از عبادت خود لذت میبرن، از دینداری خود لذت میبرن، از ایمانداری خود لذت میبرن، از حلقه درس که از درس خواندن دین لذت میبرن. بعضی کسا هست مثلا ما بسیاری وقتا میبینیم یک نفر در حلقه درس میشینه، از اول درس تا ختم درس یک 50 مرتبه فاجعه میکشه. از اول درس تا آخر درس یک 50 مرتبه خو بیچاره فاجعه میکشه. چرا؟ همین درس برش لذیذ نیست. اما این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه ثلاث سه طایفه مردم هستن که من کن فیه سه چیز است، ببخشید سه چیز است که اگر در وجود تو پیدا شد، تو باز لذت از ایمانداری میبری. یعنی انسان یک نفر پیش روش
20 قسم غذا را بان. این از این 20 قسم غذا این لذت میبرن. اما برعکس کسای دیگه هست که پیش روش هیچ نوع غذا نیست، 20 قسم کتاب است، 20 قسم عبادت است. این از اینمی عبادت و اطاعت خود لذت میبرن. از این خاطر مثلا یک کسی رو ببینی که شب کل شده ساز و موسیقی تیر کرده، یک نفر از خواندنای یک آوازخوان لذت میبرن. برعکس از یک کسی دیگه از شنیدن قرآن لذت میبره. او به مو اندازه که از او لذت میبره. از این خاطر میگه که ثلاث من کن فیه، سه چیز است که اگر در وجود کس باشه وجد حلاوت الایمان، اینم لذت ایمان پیدا میکنه. اول از چی است؟ ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، میگه که الله و رسولش محبوب تر باشه نسبت به دیگران. اینمی است که امروز ما و شما سرش بحث کردیم که وقتی که توحید محبت داشت، واقعا محبت قوی با الله و با رسولش داشت نسبت به هر کسی دیگه، نسبت به جان خود، نسبت به فرزند خود، نسبت به خانواده خود، نسبت به همه چیز، باز اینجا بر از او لذت ایمان پیدا میشه. از این خاطر یک شاعر موحد است و چه خوبش میگه، او میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند. این چه خوبش تعبیر میکنه، میگه آن کس که تو را شناخت، پروردگارا، کسی که محبت تو در قلب از او جای گرفت و تو را شناخت که تو خالقش هستی و واقعا قلبا به تو محبت داشت، ای جان خدا چی کنه؟ فدای تو میسازه ای جان خدا. در وقت ضرورت مسلمان های هستن که در وقت ضرورت وقتی که محبت با الله دارن از جان خود، از مال خود، از زندگی خود تیر شدن. مثل اصحاب کرام خانه های خود گذاشتن، مال خود گذاشتن، فرزندای خود گذاشتن و به خاطر رضایت الله یکی رو ببینی قبرش در چین است، یکی رو ببینی قبرش در ترکیه است، یکی رو ببینی قبرش در اسپانیا هست، یکی رو ببینی قبرش در کابل است، یکی رو ببینی قبر در کل دنیا صحابه کرام قبرهایشان است. در افریقا بری قبر صحابه است، در اروپا بری قبر صحابه هست، در آسیا بری قبر صحابه هست. این قبرهای صحابه دلالت به چی میکنه؟ به این میکنه که اونا وقتی که محبت زیادی که با خالق داشتن تمام محبت ها را ترک کردن و خود به خاطر الله قربان کردن. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند. وقتی که محبت قوی با خالق پیدا کرد، باز هیچ وقت فرزند ازی و عیال ازی و خانواده ازی مانع تطبیق قانون الله نمیشه. مانع چی نمیشه؟ مانع تطبیق قانون الله نمیشه. مجلس ازی بسیاری که از مثلا والا ما دمی درس میایم، استاد خب ببخشید ما دمی درس میایم، خب بسیار ببخشید که ما یگان جمعه خانه فلانی بچه کاکایم چی میشم، میمان هستم، فلانی جای والا یک ختم بود، فلانی جای یک خیرات بود، فلانی چیز بود. اینا او بر از او چقدر چی میشه؟ مشکلش چی است که او محبتی از اونا هنوز محبت ازی بر قوی در قلبش جای نگرفته. که اگر من یک کلمه از عقیده توحید بفهمم، ببینین فرق از بین مسلمان ها. اگر ما تو مثلا در روز قیامت استاد شویم در مقابل خالق متعال و در پالی موضوع محمد ابن اسماعیل بخاری استاد شویم، او هم گزارش کاری خدا بده، محبت خدا به خالق ابراز کنه و ما خودت هم به خاطر محبت خالق ابراز بکنیم. ما و تو اگر بیم بر خالق بگیم پروردگارا چی کردی؟ والا من روز جمعه رفتم دمی درس، عکس تو هم دیگه فیلم برداری شدن، دمی یک درس یک 50 دفعه خدا تو واز شدن. یگان اینکه فاجعه میگه چه کمی استادم خو میبره، میگم کمی درس بگم با من خدا بریم بیادر بریم که خوتون میبرن، خوایتون پورا کنین. اما مثلا ما تو گزارش بدیم که ما چقدر امام مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری که می صحیح البخاری رو نوشته کردن، او هم گزارش خدا بده بگه پروردگارا من تو را دوست داشتم. او میگه چه قسم مرا دوست داشتی؟ میگه من به خاطر یک حدیث پیغمبر تو که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر که من اینو نوشته بکنم و اینو من در کتاب بانم و مسلمانان از این با خبر شوند، اول خودم به او عمل بکنه، مدام ما به خاطر یک حدیث سفر میکردم. میبینید محبت یک نفر 2 ماه از مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری بر شکست میگفت که یک حدیث است در عراق و یک حدیث است در مدینه منوره، فلانی عالم است در مدینه منوره یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشش هست و یک عالم دیگه هست یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در عراق پیشش هست.
و برش میگه یک حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و است که برو در افغانستان که سابق خراسان میگفتن در خراسان است. محمد ابن اسماعیل بخاری در اونمو شرایطی که نه موتر بود، نه طیاره بود، نه وسایل ترانسپورتی فیلی بود، او وقت وسایلش یا اسب بود یا شتر بود یا حیوانات دیگه بودن. اینال محمد ابن اسماعیل بخاری 2 ماه سفر میکرد و بسیاری اوقات پای پیاده، اینو تو میرفت گرسنه و تشنه و مشکلات و سختی ها، و بالاخره در 2 ماه میرفت یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیدا میکرد و اونجا وضو میکرد و 2 رکعت نماز میخواند. متوجه هستین؟ و باز بعد از او امو حدیث میگرفت. اما ما و تو اینمیل صحیح البخاری در خانه خود داریم، در این بازار میریم مختصر صحیح البخاری، ترجمه فارسی شو هم است، ترجمه پشتوی شو هم است. یک حدیث از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بین خانه ما نیست و وقت نداریم که اونم حدیثی که اونا جمع کردن با چه سختی ها، کل عمر خدا، زندگی خدا، مال خدا، فرزند خدا، خانواده خدا، کلش قربان کردن به خاطر از اینکه احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما تو برسانه. و ما تو هم میگیم ما هم محبت داریم. میبینی فرق است بین ما و از اونا. ما یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله وقت خواندنش نداریم و او به خاطر گرفتن یک حدیث 2 ماه سفر میکرد. ما به خاطر یک درس یعنی شاید 1-2 ایستگاه یا 5 ایستگاه یا موتر هم هست، تاکسی هم هست، راه هم هست، بسیار سر ما شیطان سر شانای ما شیشته و به بسیار سختی مثلا در این درس حاضر میشیم. برعکس از او شما سعی کنین که اونا در مقابل از چی کردن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چی میگه؟ میگه اگر 3 صفت داشتی، ایمان لذت داره، این درس دین لذت داره، ایمانداری خودش لذت داره، لکن میگه این لذت کی پیدا میکنه؟ ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، وقتی که الله و رسولش از دیگرها که برش محبوب تر باشه. حالا ما اگر مثلا پیش خود لیست بانیم، آیا الله و رسولش از اولادای ما که بسیار محبتش بیشتر است؟ خب سند کار داره. چی سند داری که الله و رسولش از اولادای تو که محبتش بیشتر است؟ اولادایت لباس کار داره و یک فقیر مسکین هیچ لباس نداره. به خریدن لباسایت قلب تو خوشحال میشه. به خریدن یک لباس برای فقیر و مسکین الله راضی میشه. تو رضایت کی رو بیشتر ترجیح میدی؟ برای اولادت چه قسم یک لباس میخری؟ خودت نفس خودت برای خودت چه قسم لباس میخری؟ و یک فقیر و مسکین است، او هم به لباس نیاز دارن. این حالا اگر کسی محبت الله و رسولش زیاد باشه، در خانه خودت مثلا گروپای بسیار لوکس است و در مسجد میری که در اونجا یک گروپ اما تو بسیار کونه خاکپر است و در اونجا بسیاری کسا راه هم پیدا نمیکنن. تفلکا درس میخوانه، درس هم چیز کردن نمیتونه، خواندن نمیتونه. حالا اگر یک نفر محبت با الله داشته باشه، مسجد خراب است از سالها، خانه خدا مثلا 10 منزل جور میکنه ولی مسجد 1 منزل جور نکردن، این میتونه بگه که من با الله و رسولش محبت زیاد دارم. متوجه شدین؟ از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگه؟ میگه ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. ابراهیم علیه السلام آماده شد که اونمو اولاد خود به خاطر رضایت الله قربان بکنه، بکششه. اسماعیل علیه السلام کار در گلوش مانده شد، آماده چی شد؟ آماده کاردم در گلوش نمان، پدرش یک کش میکرد، خلاص آماده بود. اما ای که الله نخواست که قربانی شوه و ذبح شوه، امتحان کامیاب شد، تا نزدیک امتحان رساندش، در اون لحظه نجات شد. پس اینال محبت از اونا با محبت ما و شما، آیا ما واقعا اما یک محبت داریم؟ آیا الله و رسولش از خود ما کده محبوب تر است؟ مثلا خودت یک کسی دشنام میده، اگر خودت یک کسی دشنام بده چی وضعیت میگذاری؟ اما وقتی که پیغمبر دشنام میده در مقابلش چی عکس العمل نشان دادی؟ اگر یک کتاب تو نوشته کردی، می کتاب در کس پیش روی در بته پرته، چی حال سرت قیامت میشه؟ اما کتاب الله در میگیره، تو در مقابل چی عکس العمل نشان دادی؟ این حال محبت الله و رسولش وقتی در قلب انسان پیدا میشه که همین درسی که ما و شما پیشتر خواندیم که محبت چی هسته؟ یکی محبت عامه گفتیم تشریح کردیم و یکی محبت خاصه. محبت خاص محبت است که بر انسان چی رو پیدا میکنه؟
سه چیز اساسی که یکی خشوع را پیدا میکنه و یکی کمال اطاعت پیدا میکنه و یکی برتری دادن پیدا میکنه. اینمی برتری دادن از محبت خاص است و محبت عام که گفتیم که محبت است که میشه انسان با مخلوقات هم داشته باشه و او با توحید چی نمیکنه. خب ان یکون الله و رسوله احب الیه، خب و دیگه چی گفته؟ و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. این دوم چیز است که برای تو حلاوت ایمان پیدا میکنه. یک کس را خوش داری، میگه اگر یک کس را دوست میداشته باشه او را دوست نمیداشته باشه مگر به خاطر الله. اگر دوستای تو کسایی بودن، تو کسایی را دوست داشتی که او را به خاطر رضایت الله دوست داری، اونجا باز برای تو محبت چی پیدا میشه؟ لذت ایمان پیدا میکنه. یک کس را دوست داره به خاطر مالش، یک کسی دیگه را دوست داره به خاطر زیبایی چهرهش، یک کسی دیگه را دوست داره به خاطر قوتش، خوب قهرمان است، خوب فوتبالر است، خوب بچه فیلم است، خوب هنرمند است، خوب فلانیست. این دوستی ها حالا تقسیم شده در میکی کس. اما یک کسی را دوست داره به خاطر از اینکه دیندار ایماندار است. میگه والا من فلانی نفر را دوست دارم. چرا این را دوست داری؟ میگه به خاطر از اینکه این بسیار انسانی هست که کتازی بشینی الله به یادت میه، کتازی که بشینی رسول الله صلی الله علیه و آله به یادت میه، ایره که میمان کنی مجلس میمانی تو مجلس به علم و به تقوا این مجلس تو تبدیل میشه. این حال اونو انسان ها لذت ایمان پیدا میکنن که الله و رسولش نسبت به هر کس دیگه برشان محبتش بیشتر باشه و دوم کسایی که یک کسی را دوست نمیداشته باشه مگر به خاطر رضایت الله و سومش است که و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. یا میگه مثلا چی است؟ حدیث صحیح بخاری هست، این میگه که اینقدر رفتن به کفر برای ازی بعدش میایه مثل ازی که یک نفر در آتش برتی. حالا بسیاری کسا هست لذت ایمان نمیفن. چرا نمیفن؟ گپ کفر، گپ بیدینی، فکایی گفتن سر خدا، فکایی گفتن سر پیغمبر، مسخره کردن، این گپا برش بسیار عادی معلوم میشه. قرار مجلس است ولو که یک نفر بسیار توهین و تحقیر به دین بکنه قرار سنش سایل میکنه. اما کی میتونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله که او واقعا لذت ایمان پیدا میکنه که چی هست؟ که اقدر رفتن با کفر برش بد است مثل که یک نفر ایره در بین آتش برده. و از این خاطر در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگن؟ میگن لا یؤمن احدکم. عن انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس ابن مالک رضی الله عنه چی میگه؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که لا یؤمن احدکم، مؤمن گفته نمیشه کی از شما. یعنی یک کسی میگه که من والا بسیار خوب مؤمن هستم، ایماندار هستم، میگه این مؤمن گفته نمیشه حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. یعنی تا وقتی که من پیغمبر خدا محبوب تر نباشم به این از اولادش، از والدینش و حتی از تمامی مردم ها. اینال اگر انسان مؤمن واقعی چیست؟ یعنی از این خاطر در بخش توحید برادرای که ناوقت آمدن، ما در اول درس گفتم که ما و شما در هفته گذشته خوانده بودیم که توحید عبادت سه قسم است. یکی توحید عبادات فکری بود، یکی عبادات قلبی بود و یکی عبادات مالی و بدنی. در این هفته ما تشریح کردیم اما عبادات قلبی را. عبادات قلبی گفتیم یکیش محبت است که این توحید محبت تشریح کردیم. دومش توحید چی است؟ خوف است. عبادات است که عبادات قلبی خوف و ترس است. اینال خوف چند قسم است؟ خوف اینجا علما میگن که خوف سه قسم است. یکی خوف اعتقادی هست، یکی خوف اعتقادی هست که انسان از خالق خود به خاطر قوتش، عظمتش و عدالتش میترسه. ذات با عظمت است، ذات است که جنت و دوزخ به دست از اوست، ذات است که زندگی و مرگ ما به دست از او است، ذات است که عدالت از او اگر در عدالتش گیر آمدی و جنایت کرده باشی الله تو را در جای داخلت میکنه که اونجا بسیار خطرناک است. قبر، پل صراط، دوزخ، عذابهای گوناگون. از این خاطر انسان مسلمان
این خوف چی میگن؟ خوف اعتقادی میگن، که از خالق خود به خاطر عظمت خالق میترسن، از خالق خود به خاطر عدالت خالق میترسن، از خالق خود به خاطر ازو که او سلطنتش بالای دنیا و زمین، بالای زمین و آسمان و دنیا و آخرت است، از او خاطر ای از خالق خود میترسه. اینی ترسه، اینی خوفه. این خوف چی میگن؟ این خوف اعتقادی هست. متوجه شدین؟ ایناله مثلا یک مشرک از بت میترسه، یک قبر پرست از صاحب قبر میترسه، یک گو پرست از گو میترسه. ایناله هر کس مطابق عقیده خود. لکن یک انسان موحد یکتا پرست از خالق خود میترسه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه فلا تخافوهم، شما از دشمنای من نترسین، و خافونی ان کنتم مؤمنین، شما از ما بترسین اگر مؤمن هستین. ترک جرم به خاطر ترس ما بکنین که در عدالت ما گیرمین. شما از بسیاری چیزا از ما بترسین. از خاطر ایناله در اینجا میگه که ان الذين تدعون من دون الله، و کسایی که شما او را میخواین بغیر از الله، عباد امثالکم، اونا هم بنده ها هست مثل شما، از اونا نترسین. انسان مسلمان باید از خالق خود بترسه، و این ترس خالق است که انسان از شرک و محبت دیگران و از ترس دیگران نگاه میکنه. انسان موحد یکتا پرستی که از خالق خود میترسه از هیچ چیز نمیترسه. به خاطر چرا نمیترسیم؟ به خاطر که می کل عمر زندگی دنیا را ببینی، انسان یا 50 سال یا 60 سال یا 70 سال، نهایت 100 سال زندگی انسان است. این 100 ساله اگر انسان در زندان هم تیر کنه تیر میشه، اگر در یک قصر بسیار لوکس هم تیر کنه این زندگی تیر میشه. ایناله اگر انسان از خالق خود میترسه، میگه والا این زندگی دنیا که از به هر شکل سپری میشه. اگر کس بخواه که مرا بکشه هم پروا نداره، روز قیامت است، محاسبه هست، با سر از او پیش من خم میباشه. ایناله الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ که ان الذين تدعون من دون الله، کسایی که شما بغیر از الله دعا میکنین، میرین دست دعا تا بالا پیش از یا بلند میکنین، عباد امثالکم، بنده هاست مثل شما واره. یک کسی ببینی که والله صاحب خوب مولوی هم است، خوب عالم هم است، اما در توحید مشکل داره، میخیزه مثلا میگه فلان شخصیت بزرگوار در زندگیشان ما را نجات میداد، در مرگشان ما را نجات میداد، در حالی که آیت قرآن میگه که ان الذين، یقینا کسان را که تدعون شما طلب میکنن من دون الله بغیر از الله، عباد امثالکم، بنده هاست مثل شما وره. اگر تو برای پیغمبر سجده میکنی و میگی یه پیغمبر برای ما بچه بده یا دختر بده، خود پیغمبر بنده هست مثل شما وره. اگر تو پیش یک عالم یا یک پیر یا یک مرشد یا یک شخص بزرگ یا یک ولی از اولیاء الله میری و بر از او دعا میکنی که برای من اینی مشکل من تو آرزون، قرآن میگه عباد امثالکم، اون مثل تو یک بنده هست، او خالق نیست. فدعوهم، برین صدایشان بکنین، فلیستجیبوا لکم، پس اجابت بکنه برای شما. 100 مرتبه برو دو زیارت چیغ بزن، یک صدا برات میگه من اجابت میکنم. از این خاطر هیچ کس اونا اجابت کرده نمیتونن و اینا ناقی از اونا میترسن که والله فکرت باشه که فلانی پیر زده میشی و مچم ملا زده میشی و مچم چطور میگن؟ اینی چی است؟ اینی ترس و خوف از اونا چی است؟ در حالی که قرآن عظیم شان میگن که عباد امثالکم، اونا بنده ها مثل شما واره، اونا هیچ چیز کرده نمیتونن. اما یجیب المضطر اذا دعا، آیت قرآن الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه کی میتونه که یک انسانی که در حالت اضطراری قرار داره، کی میتونه دعای حضور اجابت بکنه؟ آیا او کسایی که فوت کردن، او کسایی که خود نجات دادن نتونستن، او کسایی که خودشان بالاخره از این دنیا رفتن، او کسایی که خودشان زیر کوت خاک هستن، یا بت پرستایی که بهش یک بت میره که او بت بیچاره در کلیش یک تاج طلا را میمونه، داکو منگل سنگ می از کلیش هم طلا را میبره، او از امو طلای خود دفاع کردن نمیتونه. پس اونا بنده های هستن چی؟ امثالکم، مثل خود شما، اونا هیچ چیز کردن نمیتونن. پس از این خاطر میگه که فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. از این خاطر از الله بترسین، مردم به عبادت مخلوق و اطاعت مخلوق چی نکنین، نکشونین.
والذین تدعون من دونه، دیگه آیت قرآن چی میگه؟ او کسایی که شما دعا میکنین به غیر از او، لا یستطیعون نصرکم، او نصرت شما را کرده نمیتونه. به خاطر چی؟ او خود از او در عالم اسباب قید است. او خودش وقتی که مریض شد دستاش میلرزید، او خودش سرش کمک فشار آمد خودش وضعیتش خراب است. وقتی که ملک الموت در جانش آمد خودش تسلیم شد و مرد و جنازه‌اش بردن دفن کردن. او چطور میتونه تو را نصرت بکنه یا کمک بکنه؟ متاسفانه بعضی مردمایی هستن که عقیده خود از کتابا و همیشه بعضی کسا را ببینی که در مسائل اعتقادی گپ میزنن، عقیده حق و باطل از چی معلوم میشه؟ بفهمین. عالمی که در مسائل اعتقادی گپ میزد از آیات قرآن استدلال کرد و انسان قلبش به الله وصل کرد، این عالم موحد است. عالمی که قصه ها را شروع کرد که ولد فلانی شاعر تو میگه و فلانی یک ولی بود و فلانی تو میگه ولا فلانی صاحب تو میگه و از قصه ها میگه که قلب مردم به غیر الله رب بتن، این انسان ها نمیتونن که نه خدا نجات داده میتونن و نه. چرا؟ آیت قرآن چی میگه؟ والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم. هر کسی را که به غیر از الله تو بخوای و از او بترسی و از او کمک بخوای، او چی است؟ لا یستطیعون نصرکم. آیت قرآن است، میگه نمیتونن کمک شما را، ولا انفسهم، و نه هم به نفسای خود ینصرون کمک کرده میتونن. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ان الذين تدعون، یقینا کسانی که شما اونا را دعا میکنین، دست دعا در برشان پیش میکنین، لا یخلقوا ذبابا، الله میگه اونا یک ذباب چی را میگن؟ چی را میگن؟ مگس میگن. نه، میگه اونا نمیتونن که حتی یک مگس پیدا کنن. تو میری دست دعا بالا میکنی که او فلانی سی برای ما یک بچه بدی، میگن نمیگن؟ نه؟ او شاید شمشیره برای ما یک دختر بده، او بگوان یک بچه دیدو، میگن نمیگن؟ او دولکی بابا برای ما یک نواسه بده، میگن نمیگن؟ قرآن چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه ان الذين تدعون من دون الله، او کسایی را که شما دعا میکنین بغیر از الله، لن يخلقوا ذبابا، او بیچاره یک مگس پیدا کردن نمیتونه. یعنی الله سبحانه و تعالی چرا نمیگه که یا الله به خاطر عظمتت، به خاطر اسماء حسنایت، به خاطر قوتت؟ متوجه هستی؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله سبحانه وتعالى در قرآن چی خوب میگه که ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، اونا حتی یک مگس خلق کرده نمیتونن. ولو اجتمعوا، و اگرچه اونا اجتماع کنن. یعنی چی معنی؟ یعنی اگر کل بت‌های چین و بت‌های ژاپن و بت‌های فرانسه و بت‌های اندونزیا و یارا کلشان جمع کنی و کلشان دست خدا یکی کنه، یک تا پشه پیدا کرده نمیتونه. و اگر کل زیارت‌های افغانستان و زیارت‌های کابل و زیارت‌های غزنی و زیارت‌های سعودی و زیارت‌های انگلستان و فرانسه را کلش جمع کنی، پاکستان و هند، یک دانه مگس خلق کرده نمیدونه، چون اونا مخلوق از کلش، خالق نیست که خلق بکنن. ولو اجتمعوا و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه، اگر یک چیز را مگس از اونا بگیره، احیانا خوش هم مگس سرش خراب میکنه.
بگید پیر صاحب خوف کردن نمیتونه چی است، مگس دیوانش کرده. خود از اونمو مگس هم نجات داده نمیتونه. ضعف الطالب و المطلوب، ضعیف است هم طلب کننده و هم کسی که اونا چی میکنن، طلب میکنن. از این خاطر انسان مسلمانی که به عظمت خالق باور داره، ای به قوت خالق اعتبار داره، از این خاطر این خوف و ترس بسیار زیاده از خالق خود می داشته باشه. این خوفی که به خالق می باشه به خاطر عظمتش، به خاطر عدالتش، این خوف اعتقادی هست که این خوف باید انسان از یگانه داشته باشه. دیگه دوم قسم که هست خوف در نیت است. خوف در نیتی است که مثلا یک کسی در نیت خود یک کاری را به خاطر ترسیدن از خالق خود ترک میکنه. این مربوط به عقیده میشه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. گفت مردم در مقابل شما جمع شده و لشکرای کفر جمع شده میخواد شما را بزنه. صحابه کرام چی شد؟ فزادوهم ایمانا، ایمانشان بیشتر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن الله کافی است. اگر لشکر کفر زیاد است الله قوتش بیشتر است. از این خاطر نصرت الهی بر از اینا رسید. سوم قسم خوف، این خوف طبیعی است. باز به عقیده ارتباط نداره. خوف طبیعی کدام یکی است؟ خوف طبیعی است که انسان طبیعتا از یک چیز میترسه. مثلا از حیوان درنده، از شیر هر کسی میترسه. اگه بگه والا من نمیترسم، نه کلگی که همیشه شیر اگه بیای کل یکی رو نبی فکر میشه شیشته. اگه کدام کسی که شیشته باشه شاید کدام مشکل داشته باشه خسته نتونه، اما کلگی از شیر میترسه. این نمی خوف از شیر که این خوف چی است؟ این خوف طبیعی میگه. این به عقیده ارتباط نداره. انسان از مثلا از حیوان درنده انسان میترسه. از یک قاتل، یک نفر قاتل باشه و چندین نفر کشته و کلاشینکوف در پیشش است، از این طبع اینا خوف چی است؟ خوف طبیعی است و این تعلق به عقیده نمیگیره. و بخش دیگهش توکل است که بازی ان شاء الله در هفته‌های بعدی میخوانیم، چرا که وقت ما شما پوره هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.